همتا سلام و درود به شما گردنده مجرب چنل یوتیوب پنجره افغانستان. محمد عمر صالح هستم من حیث مدیر مسئول لیسه سجاد احمدی. لیسه اشراق نمبر 2 در سال 1394 شروع به فعالیت کرد مطابق لایحه، مطابق نرم وزارت معارف آن وقت، البته در وقت جمهوریت. در سال و به می نام در کل تا به سال 1403 به نام لیسه اشراق نمبر 2 فعالیت داشتند و به تأخیر باز نظر به خواست اهالی منطقه و در کل شاگردای طبقه اوناسی که از سن 6 و بالا اجازه درس نداشتند، نظر به خواست از اینا چون مکررا خواستشان همی بود که باید یک قانون علمی دیگه از طرف اشراق نمبر 2 با تمام امکانات فعلی ایجاد شود. در کل رهبری لیسه اشراق نمبر 2 به این وادار شدن که باید نام اشراق نمبر 2 را تبدیل بکنه، چون نظر به پالیسی وزارت معارف اشراق نمبر 2 چون خودش یک شاخه بود و نمیتونست که یک شاخه دیگه قانون علمی را ایجاد بکنه دیگه. در کل اینم مسائل وادار به این شد مسئولین یا رهبری در لیسه اشراق نمبر 2 که نام اشراق نمبر 2 را به سجاد احمدی تبدیل بکنه. راجع به سوالتان، در کل توسط فعالیت‌های مجرب و فعالیت‌های خستگی ناپذیر و شبانه روزی رهبری لیسه و در کل تماما پرسنل اداری و تدریسی لیسه اشراق نمبر 2 در سال 1398 یا 1398 به سطح افغانستان در کل از 18,000 باب مکاتب در 100 باب مکتب برتر محسوب شد که از طرف ارگ ریاست جمهوری یا اداره امور تقدیرنامه را کسب نمودند و به تعقیب به فعالیت‌های خستگی ناپذیرشان چون اختتام نیافت و در سال 1401 به سطح 14 ولسوالی ولایت کابل از طرف ریاست معارف ولایت کابل باز مقام اول از آن خود ساختند و در سال جاری یعنی 1403 هجری شمسی از طرف وزارت معارف که خود جناب وزیر صاحب در لیسه تشریف آوردن و بر بررسی های عمیق و ژرف اندیشی در کل باز مستحق تقدیرنامه دانستند. لیسه سجاد احمدی دستاوردها خوب یک از طرف ریاست هست، از طرف وزارت معارف هست. به تعقیب 3 دوره فارغان داریم ما که هر کدامشان نظر به مو فعالیت‌های مشخصه که از طرف اداره به شاگردای صنف 12 صنف 11 و صنف 10 نظر بودن یا در نظر داشتن، مطابق از او هر کدامشان به پانزه‌های دلخواهشان به پانتونای دولتی را پیدا کردن. در کل لیسه سجاد احمدی فعلا 65 نفر تعداد پرسنل داره. 65 تعداد پرسنل هست که از 12 نفر هم پرسنل اداری هست، 6 نفر کارمند خدماتی هست، 6 نفر ترانسپورتی و در کل 45 نفر هم پرسنل تدریسی داره. خب قسمی که ما بیشترم فرمودم لیسه اشراق فعلا نامش لیسه سجاد احمدی هست با تمام امکانات سابقه با تمام رهبری سابقه نام لیسه اشراق فعلا تبدیل شده به لیسه سجاد احمدی و قسم که ما پیشترم گفتم نظر به خاص اهالی منطقه بود، نظر به خاص شاگردای طبقه اوناس ما بودن که اونا خاص از این داشتن که باید یک اداره دیگه قانون علمی دیگه باید شما داشته باشین. از همین خاطر چون اشراق نمبر 2 خودش یک شاخه بود و نمیتونست یک شاخه دیگر ایجاد بکنه، از همین خاطر رهبری لیسه اشراق به این وادار شد که باید نام لیسه اشراق به لیسه سجاد احمدی تبدیل بکنه. پس پلان های متعددی در راه هست. به سال آینده بخیر مژده هست در کل به تمام اهل معارف و شایخین معارف بخیر، ان شاء الله سال بعدی ادارات و قانون های علمی دیگر ایجاد بکنیم بخیر. خوشبختانه راجع به سوال خودتان تمام امکانات چیزی که در داخل مکتب است به شمول ملکیت یا در کل تمام تعمیرها و بلاک هایی که داخل مکتب شما میبینین تماما ملکیت شخصی بوده و رهبری لیسه در کل تمام امکاناتی که چیزی که معیار هست، چیزی که لازم هست، چیزی که اصول است مطابق لایحه ریاست معارف وزارت معارف به شاگردان را مهیا کرده است. از قبیل کامراها حد صنوف، کامراهای امنیتی، البته برق سولار 24 ساعته هست، کامپیوتر لیب مجهز است، ساینس لیب مجهز، کتابخانه که در حدود تقریبا 7500 جلد کتاب است که در کل عنوانش 700 جلد عنوانش دیگه یک کتابخانه مجهز است و در کل چیزی که نیاز هست و چیزی که از طریق رسانه ها ما میبینیم که در دیگه مکاتب نخبه، مکاتب خوب کدام امکانات برای شاگرد مهیا کرده تمامشان به شاگردان مهیا کردیم و همروزه رهبری لیسه دمی تحت تلاش هست که چگونه شاگردای خود از تمام نمو سهولت‌های درسی خود او را مستفید بسازند. خب هموطنان عزیز، در این قسمت برنامه آمدیم به بخشی که من مطمئن هستم دوستداران کتابی بخش بسیار دوستداران یعنی کتابخانه و همچنان سرمعلم صاحب با ما هستن. سلام علیکم. سلام خدمت مظهر سبز شما بینندگان عزیز برنامه شما. وحیده قاضی خیل هستم، سرمعلم لیسه عالی خصوصی سجاد احمدی. بسیار زیاد تشکر سرمعلم صاحب. میخوایم از شما اولین سوال که کنم این است که یک سرمعلم خوب کی است؟
البته سرمعلمه یا سرمعلمین در مجموع دارای اوصاف و مکلفیات هستند که اوصافشان پابند بودن به وقتشان است، خوشبرخورد بودنشان است، مهربان بودنشان است و وظایفشان کنترل عمومی کتاب‌های اداری و تدریسی و همچنین همینطور در زمانی که مدرسه بزرگ نمی داشته باشند تنظیم صنف‌ها، با خبری و نظارت از پاک بودن دهلیزها، صنوف، آواش آمدنی شاگردان جدیدی که سپارچه میارن، جذب شاگردان و شمولیتشان به دفتر اساس و حاضری‌ها و همچنین بر شاگردانی که میخواین سپارچه بکنن ترتیب سپارچه و همچنین تعیین نمودن حاضری و تلقی تعلیم و ملاحظه نمودن حاضری و تلقی تعلیم و همچنین پلان استادا و تطبیقش با پلان تقویمی سالانه. و در ضمن اگر استادای را ارزیابی میکنن میبینن که ضعیف میباشه باید درسای نمونه‌ای برای استادای خود بتن تا بتونن اما مشکلاتی که در صنف میبینن و مرفوع شود و استادا همه ورزیده شود. بسیار خوب. سرمعلم صاحب قسمی که معلومات پیدا کنیم کتابخانه مربوط شما میشه؟ بله، از اینکه طبقه ذکور ما مسئولیت نوشتن سپارچه رفت آمد دادن، باز بر ما از مسئولیت کتابخانه را دادن و کتابخانه ما کتابخانه مجهز داریم که هر بخش ما کتابای ما مجزا هستن، لیبل زدگی هستن. شاگرد زمانی که استاد برش پروژه میته راجع به یک موضوع اونا میاین، ما عنوانش گرفته برش کتاب تهیه میکنیم یا در اختیارشان قرار میدیم و استفاده از کتاب ما دو قسم است. اگر شاگرد فرصت زمانی داشته باشن که در جریان درس کتاب بگیرن میتونن که موقتی بگیرن و اگر میخواین که خانه ببرن برای 10 روز 5 روز باز کتاب داریم که در اونجا ثبت میشن شهرتشون و بعدن کتاب تسلیم شده میتونن زمانی که پس میرن دوباره مراجعه میکنن و تاریخشون درج میشه. بسیار خوب. سرمعلم صاحب پروژه ها و سمینارهایی که بر شاگردا وظیفه میتین در این بخش باز چگونه از خودتان همراهشان همکاری می داشته باشین چون هر طبقه شاگردا فرق میکنه بس شاگردا شاگرد زمانی که پروژه را میخواین عنوانش بر ما میگن که کدام عنوان است، باز ما مطابق به عنوانشان کتابش انتخاب میکنم، سفر را برشان میکشم و راهنمایی دارم بله. بسیار خوب. بعض شاگردا هستن که فرق میکنن، کم ضعیفتر میباشن، لایقتر میباشن. باز توصیه‌تون بر اونها چی است؟ کدام کتابا رو بخونن؟ ابتدا ما با داشتن یک مدیریت سالم که بر استادای وظیفه دادیم شاگردانی کم ضعیف هستن به اداره مکتب معرفی میشن و اونا یک صنفای اختصاصی برشان میشن، مثلا املا، انشا، که شاگرد از او حالت مشکلی که داره برآیند. بسیار خوب. تشکر میکنم از شما. تشکر از شما همچنان. سلام. تنهای عزیز فعلا هم از کتابخانه بیرون برآمدیم، میریم طرف لابراتوار که البته لابراتوار بخش بیولوژی و جغرافی است که فکر کنم که امروز بر شاگردا بخش حجره رو درس میتن. من هم میرم میبینم که اگه چیزی یاد بگیرم بیننده برنامه باشین و بعد از اون میریم طرف صنف کامپیوتر و اونجا هم بعضی درس‌ها رو دارن بر شاگردا، درس‌های عملی دارن به خاطر که کامپیوتر. بیننده برنامه باشین، بیننده عزیز، باز هم صحبت می داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم و سلام خدمت شاگردای عزیز، امیدوارم که یک روز خوب و خوش را آغاز کرده باشید. موضوعی که امروز ما میخوایم در لابراتوار عملا کار بکنیم عبارت از حجره نباتی است و هدف کار در اینجا ای است که ما میخوایم که علم ساختمان حجره نباتی را مشاهده بکنیم و او را بفهمیم که چگونه است. طرز کار ما طوری است که پیاز را اول توته میکنیم، با 2 توته یا با 3 توته فرق نمیکنه، منتها ما یک قسمت خیلی نازکش کار داریم که را میشه بسیار به شکل آسان به این رقم قطع کرد. یک قطره آب بالای سلاید علاوه میکنیم به این اندازه، نه زیاد. حالا از پیاز خود یک طبقه خیلی نازک که در این قسمت وجود داره میگیریم، زیاد بزرگ نباشه، به این اندازه خرد. این رو بالای قطره آبی که روی سلاید قبلا ریختیم هموار میکنیم. حالا این رو میخوایم زیر قوه 45 به شکل دقیق مطالعه بکنیم، ساختمانایش رو ببینیم که نور باید دزی بیتابه و از در چشم ما برسه. عزیز، مسئله که امروز ما شما میایم سر از او حرف میزنیم
مسئله خسوف و کسوف است که چه قسم ما شما آفتاب چه قسم گرفتگی به وجود میاد و مهتاب چه قسم گرفتگی به وجود میاد. اگرچه قبلا نظر به این بوده که این مسئله شاید کدام گناه بزرگ در دنیا انجام شده باشه که آفتاب و مهتاب گرفته میشه، اما مسئله علم جغرافیا مسئله دیگر را تشریح میکنه. ما شما میفهمیم آفتاب در محراق قرار داره و با حالت خود است و زمین و مهتاب در اطرافش چی میکنه؟ میچرخه. یعنی مهتاب در اطراف زمین میچرخه و هر دوش باز اطراف آفتاب چرخش داره. این حال ما شما میایم مشخص موضوع خسوف و کسوف چیه. سوال موضوع کسوف یا آفتاب گرفتگی. آفتاب چه قسم گرفته میشه شاگردای عزیز؟ شما ببینید من استاد میکنم وقتی که مهتاب میاد بین آفتاب و چی قرار میگیره؟ چون آفتاب در محراق قرار داره و زمین و مهتاب در اطراف در حال چرخش است. زمانی که مهتاب میاد بین آفتاب و زمین قرار میگیره، اونمو سایه مهتابی که چون در اینجا قرار گرفته و سایه آفتابی که سر زمین میفته، این مسئله آفتاب گرفتگی است. قسمت از آفتاب ما شما چی میکنیم؟ دیده نمیتونیم که مسئله چی است؟ آفتاب گرفتگی. اما مسئله دیگه مسئله خسوف است یا مهتاب گرفتگی. زمانی که زمین بین آفتاب و مهتاب قرار میگیره، صحیح است، و اونم سایه چون از این طرف مستقیما آفتاب میتابه سر زمین و سایه از این میفته سر چی؟ سر مهتاب. این میسته که ما قسم سایه زمین سر مهتاب خورد و این مهتاب ما شما قسمتایش دیده نمیتونیم. این مسئله به نام مسئله چی یاد میشه؟ مسئله خسوف یا اونمو مهتاب گرفتگی. به نام خداوند بخشنده مهربان. شاگردای عزیز، درس امروز درباره میخوام وسایل ورودی و خروجی رو براتون چی کنم؟ معرفی کنم. وسایل ورودی و خروجی وسایل است که از طریق از معلومات وارد کامپیوتر میشه و دوباره پس میشه نتیجهش به ما شما نشون میده. که انواع مختلف داره. یکی از او که است کیبورد است. کیبورد و ماوس که است از جمله چی است؟ وسایل ورودی است. چگونه؟ مثال براتون میگم. وقتی که از کیبورد استفاده میکنه، کیبورد که وقت فشار میده معلومات از کیبورد وارد پروسسور میشه. تمام از وسیله است که میتونه دوباره معلومات بعد از پروسس با ما شما چی کنه؟ نشون بده. عملا این کار چی میکنیم؟ انجام میدیم. یک داکومنت و یا یک فایل باز میکنیم، بعد از او کیبورد فشار میدیم. این چی است؟ کیبورد هر کلیدش که فشار بدی، بعد از او معلومات از طریق کیبورد وارد پروسسور میشه و دوباره پس با صفحه مانیتور و یا صفحه اسکرین با ما شما نشان داده میشه. دیگه که میخوایم درباره چی سخت افزار کمی معلومات بدیم. خود سخت افزار قبل از اینکه درباره هارد دیسک گپ بزنیم باید تعریف از چی سخت افزار داشته باشیم. سخت افزار چی است شاگردا؟ سخت افزار وسیله است. تعریف ساده چی است؟ که وسیله است که هم میتونی لمس کنی و هم میتونی دیده ببینیمش. مثال براتون هارد دیسک تعریف میکنم که هارد دیسک روی میز است. میخوام براتون عملی را نمایش بدم. هارد دیسک چی است؟ یکی هارد دیسک داخلی است و خارجی است. هارد دیسک است داخلی است. در داخل کیس کامپیوتر موجود می باشه و چی وظیفه از چی است؟ ذخیره نمودن معلومات کارکرد و وظیفه از می باشد و جمله یکی از اجزای مهم کامپیوتر هم می باشه و چی می باشه؟ سخت افزار کامپیوتر می باشه. خب بینندگان عزیز، فعلا هم آمدیم داخل صنف درسی که اینجا دخترک‌های بسیار زیاد لایق و با استعداد هستند. البته اینا صنف اول هستند. من از اینا یک چند سوال میکنم، هر کدامشان که جواب داده تانستن باز جایزه برشان داریم. خب سوالی که من از شما میکنم این است که کدامتان میتونین که یک نعت بسیار زیبا بخوانین؟ خب در جمع از یا من نیفهم کدامشان انتخاب کنم. امینا؟ بله ایره. سلام قندولک. سلام. خوب استی؟ خوب هستم. نام مقبول چی است؟ کائنات. میشه که استاد شوی؟ متعلم صنف اول الف مکتب سجاد احمدی. بسیار خوب. کائنات جان ناله برای بیننده دیگه یک نعت همتون مقبول بخوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. تشکر کائنات جان. نام خدا. بر من با کدام مضمون زیاد دوست داری؟
مضمون ریاضی. مضمون ریاضی رو دوست داری. حتما دیگه خوب لایق هم هستی. بله. چندم نمره شدی در امتحانا؟ اول. نام خدا. اینا ما برات یک جایزه اما تو خوبش میتونم که به مضمون ریاضی به کار بیایید. بله دوستا ایران برای کائنات جان تقدیم میکنیم. خب دخترها این حالا من از یکی دیگه تونم سوال میکنم. سوال نمیکنم البته بر من دیگه باید یک چیز تقدیم کنن. کدامتون میتونین یک ترانه اما تو مقبول بخوانین؟ باش که دیگه از این فایل انتخاب کنیم. از اینجا انتخاب میکنم. سلام جانم. و علیکم سلام. خوب هستی؟ آه. نامکت؟ زینب. بسم الله الرحمن الرحیم. متعلم اسم پاول علب. زینب جان این حالا بر بیننده دیگه یک ترانه مقبول بخوان که خوششان بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم ترانه. کمک بلند. بسم الله الرحمن الرحیم ترانه. رفتم به باغ پیسته، دیدم یک تا شغال شیشته، زدم در گوتی رفتم جنازه خر خیاطی میکرد، ساک میکنن و بازی میکرد. تشکر جانکم. زنده باشی. بر ما بگو که کدام مضمون دوست داری خودت؟ قرآن کریم. قرآن کریم. چندم نمره هستی؟ ششم. ششم هستی. بسیار خوب. بله دوستایی توفه رو تقدیم زینب جان میکنیم. موفق باشی جانم. خب دوستا فعلا هم از این صنف خلاص میشم. میریم طرف صنف بعدی. نام خدا شاگردایشان هم زیاد است، صنفا هم زیاد است. ما فقط از هر صنف دو شاگرد براتون معرفی میکنیم. خوب هستی؟ نامک چی است؟ دنیا بهترین. دنیا جان. دنیا بهترین. چی یک نام مقبول داری؟ قندولک نام تو چی است؟ زلیخا. زلیخا جان. زلیخا جان و دنیا جان امروز بر ما کدام تحفه دارین دیگه؟ بله. چی هست دیگه بخونین؟ استاد شوین هر دیدن طرف کامرا ببینین. ترانه خزان. خزانم و خزانم شادی با خود میارم، درخت‌های خشک و تازه برگ‌های خشکیده دارم، 3 ماه دارم همیشه، ماه میزان اولشه، ماه عقرب و قوس ماهای آخرشه. نام خدا. آفرین. چک چک کنین دیگه برشان. ماشاءالله. اینال ما شما بر ما تحفه دادین، اینال ما به شما دو تا تحفه میتم. صحیح؟ چی خوش داره؟ کتابچه. برو خوب از خیلی ما تو یک چیز است. اینجاست. بله. اینی یکیش از دنیا جان، یکیشم از زلیخا جان. خوشتان آمد؟ فعلا در صنف 4 هستیم و دخترها بر ما کی 6 کلمه رو میخوانن. و علیکم سلام. خوب هستی؟ نام مقبول چی است؟ خوب هستم. نام مقبولم صدره است. صدره جان. بر ما بیننده کلمه 4 بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه 4 توحید. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال و الاکرام بیاد الخیر و هو علی کل شیء قدیر. آفرین صدره جان. قند موفق باشی. این یام توفیت. تشکر. آمدیم به صنف 5 و از اینا یگان سوالای ساینسی می داشته باشیم. خب کی بر من سوالا رو جواب میده؟ خب خودت بخیز. سلام جانکم. علیکم سلام. خوب هستی؟ نام مقبوله؟ سیده جان. سیده جان. بر من ریاضی رو تعریف کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ریاضی علمی است که از مقادیر یعنی مقدارها و رابطه میان به مقدارها بحث می نماید. آفرین. این آلمان برات یک جایزه میدم. درسته؟ همیشه هم که بحث بخور لایق باشی هم جایزه. یک چکچک بکنید. سلام. سلام. خوب هستی؟ نامکت؟ تراوت. تراوت جان. خودت انگلیسی دقیقاً یاد داری؟ بله. استاد بر بیننده و بر ما خود به انگلیسی معرفی کن. In the name of Allah, I welcome you all from deepest core of my heart. This is Tarawat Baraki and I am currently a 5th class student at Sajjad Ahmadi Private High School. I have passion for painting, reading and reciting Holy Quran. I also interested in helping people, so I want to be a doctor. I help the society. آفرین. نام خدا چک کنین براش. سلام عزیزم، نام مقبول چی است؟ ستاره. ستاره جان، استاد شو که من از خودت یک سوال کنم باز بر جایزه بتم. ستاره جان بر ما بیننده ساینس تعریف کن. بسم الله الرحمن الرحیم. ساینس در لغت به معنای علم است، مانند علوم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی، طبیعی و غیره. ولی در اصطلاح ساینس عبارت از علمی است که به اساس تجربه استوار می باشد. آفرین ستاره جان، چک کنین دخترها برش. یا هم توفیق خدا. تشکر میکنم. عزیز فعلا هم یکی از استادای محترم لیسه سجاد احمدی با ما هستن. سلام علیکم. و علیکم السلام. خسته نباشید. زنده باشین. میشه که خود را یک معرفی کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نام محمد مصطفی است. چکری تخلص میکنم. یک تن از جمله اساتید لیسه عالی خصوصی سجاد احمدی میباشم. بسیار خوب. استاد عزیز میشه بر ما بگوین که ویژگی های یک استاد خوب کدام ها است؟ در کل اگر ما شما متوجه باشیم اساتید هر استاد از خود یک شیوه یک روش خاص خود دارند. استادایی که ویژگی های خاص خود دارند دقیقاً همون استادا هستند که استادای برجسته گفته میشن، استادای گفته میشن که واقعا توانایی و قدرت تدریس کردن در جامعه دارند. از اون جمله ما شما میتونیم بگوییم یک استاد خوب باید از یک نظم خوب برخوردار باشه، از مهارت های خاص برخوردار باشه و در عین حال یک معلم باید یک شخصیت بسیار عالی داشته باشه و در کل مهربان باشه. طوری با شاگردای خود برخورد بکنه که شاگرد او را دوست خود فکر بکنه. استادای در 3 کاتگوری تقسیم میشه: استادای متوسط، استادای مکتبای ابتدایی و استادای لیسه. هر کدام از خود ویژگی ها و خاصیت های خاص خود دارند. پس هر استاد از خود یک ویژگی داره، یک طریقه داره، یک طرز و طریقه تدریس خود داره. بسیار خوب. استاد عزیز میشه که بر ما ایران بگوین که شما از مهربانی صحبت کردین. طریقه رفتار یک استاد با یک شاگردی که نسبتا ضعیف است و یک شاگردی که بسیار لایق است چقدر باید تفاوت داشته باشه؟ در کل شاگردان ما به 3 کاتگوری در هر قسمت و در هر صنف ما تقسیم میکنیم. یکی شاگردای لایق است، یکی شاگردای متوسط است، یکی شاگردای تنبل است. شاگردای لایق در ذات خود اونها شاگردای برجسته گفته میشن، شاگردای گفته میشن که اینها لیاقت جذب تدریس دارند. وقتی یک استاد تدریس میکنه
تمام مواد درسی که از جانب استاد در داخل صنف تدریس میشه اینا او را به خوبی جذب کرده میتونن. شیوه و طریقه شاگردایی که متوسط هستند طوری است که به 3 کاتگوری که شاگردا را تقسیم کردیم. یک شاگردی که بسیار لایق است در کنار شاگردای میشانیم که اونها نسبتا ضعیفتر هستند و یک شاگرد دیگه که از اونها که توانایی و قدرت جذب درس از اونها ضعیفتر است او را در کنار از وا میشانیم. پس در یک فایل ما به 3 کاتگوری شاگرد میشانیم تا جذب شاگردا بیشتر شه و شاگردی که یاد داره میتونه همو ایده خود یا مفکوری خود یا مو تدریس یا چیزایی را که یاد داره بر از اون هم انتقال بده. و در این حال ما بر از اونها لیست کردیم. شاگردای ما پیش ما لیست می باشه، شاگردایی که بسیار زیاد ضعیف هستند از نظر ذهن اینا کند هستند و نمیتونن درس جذب کنن. ما بر اینها شیوه ها و طریقه خاص را پیشنهاد میکنیم طوری که شاگردایی که ضعیف هستند اینا را ما تشویق میکنیم، اینا را ما در مسابقات مختلف میبریم که اشتراک بکنن. برای اینا مسابقات سیرت النبی، مسابقات مقاله نویسی و در این حال استادای برشان میگیریم که اینها را به شکل انفرادی در یک جای مخصوص و در یک جای یک گوشه یک صنف مخصوص بره و از اینها همون ضعفش پیدا بکنه. ضعیفی از اینها در چی است تا ما بتونیم با مو شیوه و با مو طریقه این شاگردا را تربیت بکنیم و اینها را بتونیم با مو لیاقتی که حق از ایناست ما را به او برسانیم. بسیار خوب. استاد عزیز، یکی از طریقه های تدریسی که فعلا خیلی ها رایج شده و در بسیاری مکاتب اجرا میشه شاگرد محوری است. نظر شما درباره از چی است؟ در کل ما شما تقریبا در عموم از 13 یا 14 نوع شیوه و روش ها و اصول تدریس ما شما در جامعه خود داریم. از این جمله مو شیوه های تشریحی است که یک تعداد استادا شیوه تشریح را پیش میبره، یک تعداد استادا شیوه های شاگرد محوری را یا شیوه های مختلط در پیش میبره. و در کل اگر ما بخوایم به سطح لیسه از بزنیم صحبت بکنیم، در لیسه با شیوه های مختلط بسیار زیاد موثر است. در این شیوه های مختلط که در این هم استاد سهم داره، هم شاگرد سهم داره و تمام شاگردا در کل در این موضوع سهم میشه. و به نظر شخصی ما و شیوه تدریس خود ما شخصا شیوه مختلط هست که ما از هر شیوه استفاده میکنم در اون. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. و در اخیر اگر کدام پیام داشته باشید؟ پیام این است که به عنوان یک استاد و به عنوان یک کسی که در جامعه مصدر خدمت میخواد به جامعه خود با مردم خود باشه، یک لطف و یک محبت و یک مهربانی در حق شاگردای خود و در مهربانی در حق شاگردا بکنن تا این شاگردا باعث ازی شود که باعث افتخار وطن، کشور و مردم خود در آینده نزدیک شود. تشکر میکنم از شما. زنده باشید. بینندگان عزیز، امیدوار هستم تا این برنامه براتان جالب و دیدنی بوده باشه و در این بخش برنامه یک گیم داریم البته که اینجا همراه ما 2 تیم هست از شاگردای مکتب سجاد احمدی و بینندگان عزیز 2 تیم داریم که طرف راست ما تیم A است و طرف چپم تیم B است که امروز از اینا سوال میکنیم و هر تیمی که تانست برنده شود تحفه اینجا برشان در نظر گرفتیم که تحفه رو برشان تقدیم میکنیم و بیننده برنامه باشین. بله دوستایی، تحفه رو برشان تقدیم میکنیم و شروع میکنیم. بچه ها آماده هستین؟ خب اولین سوالی که من میخوایم پرسان کنم از تیم A پرسان میکنم و هر تیمی که زودتر دست خود بالا کرد از امو پرسان میکنیم و جواب امو میگن و اگر نتونستن جواب بگن چانس میره به تیم بعدی. خب سوالی که من ازتان پرسان میکنم این است که بام دنیا در کدام کشور موقعیت داره؟ تیم A فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بام دنیا در ولایت بامیان ما که کوههای بامیان باشد بام دنیا. سوال درست گفتین ولی یکم اشتباه داشت. نمره را نیمه دیگه براتون میتیم. از 10 نمره 5 نمره میتیم. بام دنیا در افغانستان موقعیت داره ولی در ولایت بدخشان. خب سوال بعدی را که من پرسان میکنم، فیثاغورس
دانشمند کدام مضمون است؟ فیثاغورس که دانشمند مضمون ریاضی است که فرمول آ برابر جمع بی برابر مساوی به سی مربع میباشد. بسیار عالی. بله دوستا، و تا فعلا تیم بی بلندترین نمره را داره و تیم ای هم 5 نمره دارن. سوال بعدی که من میپرسم، کدام پیامبر ما در شکم ماهی زندگی کرده یک مدت؟ تیم بی. بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر با اسم حضرت یونس علیه السلام بود که در شکم ماهی رفتند. ماشاءالله، آفرین، جواب درست را گفتن و امتیاز دگان برشان میره که میشه 20 امتیاز. سوال بعدی که من پرسان میکنم این است، بزرگترین دریا یا اقیانوس در کدام قاره موقعیت داره؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگترین اقیانوس به نام اقیانوس آرام یا اقیانوس الواحد بین قاره‌های آسیا و آمریکا. ماشاءالله، آفرین. و 10 امتیاز هم میایه به طرف گروپ A که میشه 15 امتیاز و هنوز هم امتیاز گروپ B بالاتر است. و یک سوال آخری مانده که سوال سرنوشت ساز است که اگه این سوال گروپ A جواب بده امتیازشان به اندازه گروپ B میشه که باز میرن به فاینال، و اگر جواب داده نتونن گروپ B برنده میشه. سوال قسم است که آن چیست که من 1 دانه دارم، تو 2 دانه داری، خانم شاه 5 دانه داره و پسر شاه 6 دانه داره. فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. نقطه. آفرین، ماشاءالله. خب بیننده‌های عزیز، قسمی که بازی یا گیم امروز را بیننده بودین، تیم B 30 امتیاز داره و تیم A با وجود که سوال جواب هم دادن باز هم 25 امتیاز هستند و تیم B را برنده اعلان میکنیم. مبارکتان باشه، موفق باشین و این تحفه ها را برشان عزیز، امیدوار هستم برنامه مورد نظرتان بوده باشه. فعلا هم 2 تا از کوچکترین شاگردای لیسه همراه ما هستند که همراهشون صحبت می داشته باشم. ماشاءالله بسیار با استعداد هستند. سلام. سلام. نام مقبول چیست؟ رومل. رومل جان. و سلام. سلام. نامک خودت چیست؟ محمد مصباح. مصباح جان عزیز. خب رومل جان و مصباح جان امروز برای ما چی تحفه دارین؟ Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, I hope everyone is fine. My name is Muhammad Misbah. My father's name is Muhammad Yunus. I'm 8 years old. I study in 3rd class in Sajjad Ahmadi Private High School. I want to be a heart surgeon in the future. In the name of Allah, head, shoulders, knees and toes, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose, head, shoulders, knees and toes, knees and toes. تشکر. تشکر جانم. ماشاءالله. این از کجا یاد گرفتی؟ از خورم برام یاد داد. در مکتب هم دیگه حتما یاد گرفتی؟ در مکتب هم استاد ما برام گفت. ماشاءالله. خب رومل جان. من نظری متعلم صنف نرسری جیم لیسه عالی خصوصی سجاد احمدی. امروز ما در خواستانی تجلیل از روز معلم یا به معنی دیگر روز ارزگذاری به فرشتگان روی زمین قرار دادیم. من هم به نوبه خود این روز خجسته را برای همین اساتید لیسه عالی سجاد احمدی تبریک میگویم. معلم نور است، انوار عشق است، معلم حامل و سردار عشق است، معلم آیه های جاودانی، طریق خوش برای زندگانی است. تشکر هست توجهتان. تشکر از خودت رومل جان عزیز. این از کجا یاد گرفتی؟ خواهرم برام یاد داد. ماشاءالله. هر دویشان خواهرشان برشان یاد داده. تشکر میکنم از هر دویتان. تشکر.